چطور درگیر جذابیت طرحواره نشی؟ اولین قدم آگاهیه. آگاهی از این که من معمولا جذب چه افرادی میشم، چه احساساتی در رابطه بر من تکرار میشه، افرادی که من جذبش میشم شبیه کدوم تجارب اولیه من یا رفتار والدین منه. دومین قدم تعریف جدید از جذابیته. اینکه دقیقاً جذابیت چیه، روابط چیه، عشق چیه. ما باید بتونیم درک جدیدی از جذابیت داشته باشیم. به قول برنشتاین روابط سالم ممکنه در ابتدا گاهی وقتا کسل کننده دیده بشه، ولی رفته رفته میتونیم تجربیات غنی‌تر، سالم‌تر رو داشته باشیم. البته که گاهی وقتا تا حدی جذابیت میتونه مشکل ساز نباشه، اما اگر زیاد باشه قاعدتاً ما به همون جایی میرسیم که قبلا رسیدیم و رابطه‌هامون راه به جایی نمیبره. و سومین قدم بهبود طرحواره است. هر چقدر طرحواره شما بهبود پیدا بکنه، جذابیت طرحواره‌ای هم کم